روز 13 مای موشین وکیل دومای دولتی روسیه رایم عظیموف در شوروی کوتوزوف شهر مسکو دچار صدمه شد. لحظه صدمه رو ویدیو رگیستراتور موشینی که از قفوی جیپ دیپوتات حرکت میکرد ثبت کرده است. در ویدیوی در اینترنت نشر شده دیده می شود که یک موشین شکودا رنگش سفید به خط دیگری راه برآمده به موشین رنج روور رنگش سیاه برخورده چپه شد. رایم عظیموف خبر به صدمه دچار شدن موشینش را تصدیق کرده گفت است که موشین ما در خط خودش طبق صورتی که اجازه داده شده است حرکت میکرد و به یگان مانور خطرناک راه نداده است. همه این در ثبت ویدیو رگیستراتور دیده می شود، گفت عظیموف. وکیل دوما به راننده موشین چپه شده آرزوی شفای هرچه زودتر کرده گفت آماده است به او کمک رساند. سبب صدمه را باید مقامات معاین کنند. رایم عزیزبایویچ عظیموف 18 سپتامبر سال 2016 از حوزه یک منداته کیروف از نام حزب حاکم ایدین روسیه وکیل دومای دولتی دعوت هفتم انتخاب شده عضو کمیته امنیت و مبارزه با کروپسیا می باشد. عظیموف دکتر علم‌های تکنیکی و یگانه زاده تاجیکستان است که وکیل مجلس پایانی پارلمان روسیه انتخاب شده است. رایم عظیموف 16 آگوست سال 1964 در شهرک شوراب نویه اسفره ولایت لنین‌آباد حال و سوخت در شمال تاجیکستان به دنیا آمده است. او سال 1986 دانشکده معدن شهر لنینگراد را ختم کرده تا سال 1991 در کان انگشت ورکوتینسکای کار کرده است. او سپس در باشگاه ورزشی استرایتل، نماینده جمهوری کومی در مسکو، روسنارکوکنترول، روستخنولوژیا و شرکت اورالخیم کار کرده. سال 2002 اکادمی دیپلماتی روسیه را نیز ختم کرده. سال 2004 در دانشکده معدن سن پترزبورگ رساله دکتریش را حمایت کرد. رایم عظیموف چند سال در این دانشکده درس هم میداد. رایم عظیموف در اول سالهای 90 ازدواج کرده است. او و همسرش الینا 3 فرزند، 1 دختر و 2 پسر دارند.